وضوع و تاثیرش هم از الله بدان. الله متعال چه میکنه؟ حوائج تا حل میکنه. یا مسهل سهل یا میسر، یا مسهل سهل 7 مرتبه 7 مرات، یا میسر یسر 7 مرات 7 مرتبه، یا معجل عجل 7 مرات 7 دفعه، یا مستجیب استجیب 7 مرات 7 مرتبه، یا قاضی اقضی 7 مرتبه، درود بر رسول الله صلی الله علیه و 7 مرتبه، استغفر الله العظیم استغفر الله العظیم 7 دفعه. همون میشه که خواندم براتون گفتم الله متعال معجزه آسا مشکلاتتان حل میگردانه. مشکلات اقتصادی، مشکلات مریضی، مشکلات خانوادگی، مشکلات بخیری و ببرکتی را کلش اوسا میکنه، با خیر و برکت میگردانه. دعا بر خاطر دانه. یک جای دانه میکنه میسوزه، نسخه قرآنی است دیگه، ما کار ندارم. در پیش دکتر میری، در هر بخش امراض پیشکش میکنی، به تو ادویه تجویز میکنه میسازه، نسخه میده. نسخه قرآنی هم هست اینجا، کتاب ما خب کتاب کامل است. دو وقت که دکتر جدیده طب جدید کشف نشده بود، طب جدید کشف نشده بود، خیلی زخم مردم، دانه مردم، زخم مجاهدین، سوختگی و اله و آتش خوب بود، از کجا تداوی میکردن؟ از نسخه قرآنی. خوش. حضرت عایشه رضی الله عنها میفرماید شخصی که از بیماری دانه، زخم، سوختگی پیش رسول الله صلی الله علیه و آله می آمد شکایت میکرد، با رسول علیه السلام این دعا را برش میخواند. این دعا را چه میکرد؟ میخواند. او دعا کدام است؟ بسم الله تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى به سقیمنا باذن ربنا. حدیثم متوجه است، بخاری شریف نقل کرده، ایرا سنن ابی داود هم نقل کرده، ابن ماجه هم نقل کرده. بسم الله تربت ارضنا، به نام خدا خاک زمین ما، بریقت بعضنا که آب دهن ما در بعضش مخلوط شده، لیشفى به سقیمنا باذن ربنا. این دعا را بخوان. باز رسول الله صلی الله علیه و میخوان، میگه لعاب دهن میکرد و به خاک ایتو میزدن، گوشه جای زخم و دانه و سوختگی را ایتو که خاک لعاب دهن مخلوط شدگی میماله، بازو دانه خوش شده میره. والا می دانه به حساب قضیات شده. دم هر ران و پای هر طفل خانواده، بچه‌ها، طفلکا 3 تا 4 تا پیدا شده میره. میره سب 6 تا 7 تا پیچکار را میتونه هم گم نمیشه. در جای مخصوص انسان میبره. لعاب دهن طهر کنین، در خاک و در قلوخ بزنین، ایره بخوان بسم الله تربت ارضنا بریقت بعضنا لیشفى بها سقیمنا باذن ربنا. یک. دوم، دست خود میگه به جای مرض، در جای دانه ایتو بگذار، سوره الحمد شریف را بخوان و بعد از الحمدلله شریف ای دعا را بخوان. اللهم اذهب عنی سوء ما اجد. الحمد بخوان یک دفعه. بعد از آن در جای درد و دانه دست بگی، ای را بخوان. اللهم اذهب، ای خدا ببر، اللهم اذهب عنی سوء ما اجد، خدایا ببر آن درد که ما پیدا کردم در اینجا. 7 دفعه شد. الله اکبر. انشالله درد گم میشه، تداوی میشه. ولیکن این منافی از این نیست که ما تداوی جدیده نکنیم، پیش دکتر نریم، پیشکاری نکنیم، هیچ مشکل نداره، اونم بکن، ولیکن این نسخه قرآنی هم استفاده بکن. الرحیم نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. عزیزان گرامی، بینندگان عزیز، آنانی که شوقمند و اشتیاقمند درس های اسماء الحسنا بودن، عزیزایی که اسماء الله را همیشه ذکر میکردن، در 79میش رسیدیم. 79مین اسم از اسماء الحسنای پروردگار المتعالیو. المتعالیو، المتعال هم بخوانه میشه، لیکن المتعالیو هم یاشه تشدید بدیم، یعنی بسیار بلند و بالا مرتبه، عالی. کسی که المتعالیو را بسیار بخوانه، همیشه ذکر خود بگردانه بدون تعداد مشخص، المتعال 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 المتعالیو المتعالیو المتعالی خوانده بره، انشاءالله مشکلاتش کاملا مرتفع خواهد گردید. کاملا 100% مشکلات زندگیت الله از بین میبره همیشه. لیکن المتعالی و المتعالی را
امی وظیفه خود بگردانی، زیاد این ذکر بکنی. دوم، یگام فرزندی یا یگام خانمی که به کار فحشا و بدکاری مبتلا شده، این رقمی زیاد است، معتاد میشه به کار فحشا، معتاد میشه به کار ناشایسته. هر زنی که معتاد عادت کرده باشد، خدای نخواست به کار فحشا و ناروا عادت شده باشد و این اسم را بخواند، عمل زشت از پیش دور میشه. همیشه ذکر زیاد بکنه، یاد بکنه المتعالی را، از این عمل زشت و ناجایز و ناشایسته دستگیریش میشه انشاءالله. سوم، کسی که در شب یک شنبه غسل کنه، شب یک شنبه غسل بکنه و بعد از غسل کردن سرش به آسمان بلند بکنه و 3 مرتبه اسم را بخوانه، المتعالی المتعالی بخوانه. هر دعایی که بخواهد بکند برآورده میشه. هر دعایی، هر خواستاری که از الله بکنه شب یک شنبه بعد از غسل کردن، بعد از پاک کردن، بعد از نظافت کردن، دستایشان بلند بکنه و این را 3 مرتبه، لااقل 3 مرتبه، بسیار کم 3 دفعه بخواند. هر دعایی که بکنه، هر خواهشی که از الله بکنه که مشروع باشه، دعایش الله تعالی اجابت و قبول میکنه. چیزی آسان. چهارم، این اسم را مردم زیاد بخوانند. نه المتعالی و المتعالی، رفعت و بزرگی حاصل خواهد شد. خدا تو را رفیع میگردانه، شأنت بلند میگردانه، مقامت بزرگی را الله برات نصیب میکنه در بین پیروان و عزیزان و دوستان. ششم یا پنجم، هنگام رفتن پیش حاکم، میری یک جنجال داره، پیش حاکم، پیش امیر، پیش قاضی، پیش رئیس جمهور یا در هر اداره پیش یک مسئول میری، امین اسم را ذکر کرده برو، زیاد بخوان، به کثرت بخوان. پیش مسئول در ریاست ها برو، از اثر همچون ذکر این اسم در پیش حاکم غالب میشوی، یعنی دلیل مشکلت حل میکنه. این خوانده برید. پنجم بود. ششم، خصوصیت المتعال، برای نابودی دشمن تا 7 روز، روزانه 1000 مرتبه بخوان، خدا دشمن ته هلاک خواهد گردانید. 7 روز، روز 1000 مرتبه، 7000 مرتبه میشنی. 7000 مرتبه المتعالی 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 را بخوان. پروردگار عزیز و بزرگ دشمن ته شکست میده و هلاک میکنه، خدا تو را از شرش نگاه میکنه. البر، 80مین اسم پاک پروردگار به نام اسماء الحسنا، البر. البر چه معنی؟ بسیار خوب سلوک کننده، خوب با بندگانش رفتار میکنه. کسی که مبتلا به شراب نوشی باشه، شراب می نوشه، معتاد شراب است، نیشه میکنه خدا. هر کسی، هر شخصی چیزان چه معتاد و محتاط شده باشه به شراب نوشیدن، البر را روزانه 7 مرتبه بخواند، آثار گناه از قلبش دور میشه. اما محبت و آثار و نشانه گناهی که محبت شراب در دلش از همه نوشه، از دلش الله بیرون میکنه. یک خصوصیت به اسم البر. دوم، کسی که از ترس گردباد، طوفان، سیل و سایر آفات ها، اگر بخواهد از این آفات ها و گردباد ها، طوفان ها مأمون و محفوظ بمانه، اسم را بخوانه، از آفات محفوظ بمانه. تعدادش مشخص نیست، مثلا در کتاب نوشته کرده که بخوانه، ذکر بکنه. الله از آفات های طوفانی و سایر آفات های آسمانی و زمینی مأمون و محفوظ میدارشان. سوم خصوصیت البر را، خصوصیت سومش هم است که کسی که دلش محبت دنیا، حب دنیا در اینجا جای گرفته، در کسی دین و مقدسات نیست، فقط محبت دنیا در درونش است. محبت دنیا، حب دنیا رأس کل خطیئه میگنی. این محبت دنیا چی میکنه؟ خب باشه دیگه، آدم خودش دوست داره، دنیاش دوست داره، نه، همه خطای ها است تو سر میزنه اگه محبت دنیا در اینجا باشه. کسی که محبت دنیا در دلش باشه، اسم را البر را زیاد ذکر بکنه، محبت دنیا از قلبش بیرون میشه، محبت خداوند یکتا در دلش میآید. این چهارم خصوصیت البر، کسی که اسم را به کثرت به یک نفس 7 مرتبه بخوان. اینا به یک نفس خود قید کنه، تنفس دوم نکنه، 7 مرتبه بخوانه و بعد پسرش بینمد
تا بلوغ از هر گونه بلا و مصیبت محفوظ میمانه. خیلی یک نسخه بالا. البر 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 چند شد؟ هفت شد. آسان در یک نفس آدم 10 دفعه میتونی. 7 دفعه در یک نفس 7 دفعه البر البر خوانده شود و بر پسر بر اولاده که چوف کرده شود تا بلوغ، تا بالغ شدن، تا 13 و 14 سال شدن از هر گونه آفات محفوظ خواهد ماند. 4 خصوصیت البر، کسی که اسم را بسیار زیاد بخوانه، زیاد همیشه ذکر خود ورد خود بگردانه، در نزد مخلوقات معزز، مکرم، معظم میگردد. 6 خصوصیت البر، کسی که مسافر است، چی در خشکی چی دریایی، سفر از زمین یا بحری است یا بری است یا هوایی، یا در زمین انسان را میره یا در داخل زمین خشک یا در دریا یا در طیاره در فضا. هر مسافری در خشکی دریایی اگر امی اسم را خوانده بگرده از مشکلات سفر محفوظ میمانه. امی روزای حادثات ترافیکی است که خدا پناه بده. جوانای من خوب جوانا از این آدرس حادثات امی تصادم و تصادف شهید میشن. حالا می فیسبوک ها را سعی کنید در افغانستان کم حدود 100 تا 50 تا 10 تا 20 تا لاقل که در شاراب کشته میشن. امی البر خوانده بره جوانای عزیز. 7 کسی که این دعا را بخونه اللهم ببرکت هذا الاسم ربه لا یتیما ولا لئیما، لا یتیما ولا لئیما، 11 مرتبه بخونه، به سر فرزندش چوف کنه و بچهش الا یتیم نمیگردانه، لئیم و بدبخت و سیادل و بچه بیباک نمیگردانه، الا بچه درست و مستقیم و صالح برش میسازد. 8 کسی که دچار گناه کبیره شده، گناه کبیره سر زده، رشوت است، شراب است، لواط است، زنا است، گناه کبیره سر زده، 700 مرتبه ایره بخونه، خدا توفیق توبه را نصیبش میده، توبه را توفیقش. این دیگه باز گناه کبیره از این سر نمیزنه، یک مانی و پیش روی از این و گناه کبیرش میشه. البرو را 700 مرتبه بخونه. 9 خصوصیت البرو، در اسم البرو یک چیز دیگر زیاد کنه، یا بر یا رحیم، یا بر یا رحیم، برای پذیرفتن و اجابت به بسیار نزدیک است. چی معنی البر یا بر یا رحیم بخونه؟ در نزدیکی اجابت دعا، در نزدیک شدن به اجابت دعا نزدیک میشی. این زود خدا دعای تو قبول بکنه. در اجابت دعا که چی کنم که می دعای ما زود قبول شود، در زود قبولیت و اجابت دعا مؤثر عالی است. یا بر یا رحیم را بخوان.